سلام علیکم رفقا، چطور مطورید؟ بریم سراغ حل یه سوال بسیار خوشگل از مفاهیم توابع چند متغیره میان ترم ریاضی دو، مبحث مشتق ضمنی. گفته که اگه z مساوی z x و y باشه و اگه رابطه بین x و y و z برقرار باشه، مطلوب است در واقع اصطلاح مشتق جزئی مرتبه دوم روند z به روند x روند y. داستان چیه؟ فرض کنیم شما صفر صفر مطلقید. اولا که z رو به عنوان تابعی از x و y داده. یعنی چی؟ یعنی z متغیر در واقع وابسته است به کی؟ به x و y که متغیرهای مستقلن. شبریم یعنی چی؟ یعنی آقا x و y عدد میگیرند به صورت مستقل، یعنی x عشقش میگیره بگیره 2، این عشقش میگیره بگیره 5، ولی z وابسته به ایناست. یعنی چی؟ یعنی x و y عدد میگیرن و z رو میسازن. حالا این رابطه بین متغیرها یا به صورت صریح بیان میشه یا به صورت ضمنی. مثلا فرض کنید من به شما بگم آقا z مساویه با سینوس x به علاوه y. خب درسته تابع دو متغیره z بر حسب x و y بیان شده و z مثلا مساوی سینوس x به علاوه y. خب خیلی صریح بیان شده. اوکی، یعنی z بر حسب x و y مشخصه. اما این تابعی که به شما داده رو نگاه کنید، این رابطه‌ای که اصطلاحاً به شما داده، اینجا x به علاوه z دارم، دوباره اینجا y به علاوه z به توان 2 دارم مساوی 6. یعنی در واقع z رو نمیتونید تنها بکنید، z رو نمیتونید جدا بکنید، نمیتونید کاری با z بکنید. اوکی، یعنی z تنها ناشدنی است. اونجا z رو تنها گیر می آوردیم، مثلا تو z مساوی سینوس x به علاوه y میگفتیم آقا صراحتاً بیان شده. اما اینجا که تو ماتحت هم دیگه فرو رفتن x و y و z و نمیتونید z رو جدا کنید، بهش میگن تابع ضمنی. جور دیگه هم نشون میدن بله رابطه ضمنی یعنی آقا یه فانکشنی از x و y و z بشه صفر. اینو بخوام براتون ترجمه کنم یعنی چی؟ یعنی اولا نگید تابع سه متغیره ها، اولا تابع دو متغیره است. یعنی چی؟ یعنی دو تا متغیر مستقل داره به نام x و y که واسه خودشون عدد میگیرن و متغیر سوم که وابسته و z هست رو میسازن. پس اولا تابع دو متغیر است. اوکی، دوما تابع ضمنیه، رابطه ضمنیه. چرا؟ چون آقا یه فانکشن و یه تابعی از مجموع x و y و z ها شده صفر که من نمیدونم حالا رابطهشون چیه. اوکی، نمیدونم چه شکلی نوشته شدن، ولی اینا تو هم در واقع میکس شدن، مشخص نیست که چه اتفاقی بینشونه. پس هر وقت یه همچین عبارتی رو دیدید یعنی یک تابع، یک رابطه دو متغیره ضمنی. حالا بریم حساب کتاب کنیم. اولا که خب اینو بخوام برای این سوال بنویسم، 6 رو میارم سمت چپ، میشه x به علاوه z به علاوه y به علاوه z به توان 2 منهای 6 مساوی 0. دقیقاً فانکشنی از x و y و z شده 0. پس یک تابع دو متغیره ضمنی دارم. نکته دوم، روند z روند x روند y شاید یعنی چی؟ این یعنی آقا از یه روند به روند x بکش بیرون، ازش چی باقی میمونه؟ روند z به روند y. بسیار مهمه. پس روند z روند x روند y روند x روند z به روند y. یعنی چی؟ یعنی اول شما یه روند z به روند y واسه من حساب کن، حاصلش هر چی که شد ازش روند به روند x بگیر. روند هم که یعنی مشتق دیگه، یعنی مشتق تابع z رو یه بار نسبت به y حساب کن، هر چی که شد ازش نسبت به x بگیر. اگر تابع z رو بر حسب y خیلی مشخص داشتم، خب صراحتا مشتق میگرفتم عین ریاضیه، هیچ کاری هم نداشت. اما اینجا z و x و y تو هم گیر کردن، تو ماتحت هم دیگه. چیکار میکنیم؟ میریم سراغ مشتق ضمنی. میگیم آقا روند z به روند y تو مشتق ضمنی چی بود؟ یادتونه بچه‌ها؟ یادتون هم نبود، الان بهتون میگم. یه منفی بذارید، خط کسری بکشید و مثل فیلم ترکیه یار ضربدری کار کنید. یعنی چی؟ یعنی مخرج میاد صورت، صورت میره مخرج. چه جوری؟ میگیم آقا منفی خط کسری مشتق تابع f نسبت به y و مشتق تابع f نسبت به z. f کیه؟ همونه که خودتون آوردید یه طرف تساوی مساوی صفر، به همین خوشگلی. پس میشه منفی خط کسری. خب صورتش مشتق تابع f نسبت به y. خب x که نداره، z که y نداره، اینجا y به علاوه z به توان 2، خب 2 میاد پشت، میشه 2 تا y به علاوه z. اوکی، داری از تابع f فقط نسبت به متغیر y مشتق میگیری. مخرج چی؟ f z، یعنی از اینا فقط نسبت به z مشتق بگیر. دوباره x که هیچ چیز z مشتقش میشه 1 و دوباره y به علاوه z به توان 2 مشتقش میشه 2 تا y به علاوه z. خب خیلی خوشگل شما روند z به روند y رو حساب کردید. حالا اینو بلندش کنید، بکنید این تو، یعنی برش دارید روند به جای روند z به روند y جاگذاری کنید. روند به روند x خودش به جای روند z به روند y این بابا رو جایگذاری کردم. اوکی، حالا روند به روند x این بابا شاید یعنی چی؟ یعنی آقا از این تابع خیلی خوشگل و مجلسی نسبت به x مشتق بگیر. حل تموم شد. یعنی انگار همون پریم دبیرستان. مشتق کسریه دیگه، درسته؟ میگفتیم چی؟ مشتق صورت در مخرج. این که اصلا x نداره مشتق بگیرم. ببین من با y موافقم که x نداره. چرا؟ چون x و y مستقلن و مشتق نسبت به هم صفره. پس این قبول. ولی z مگه تابعی از x و y نیست؟ پس مشتق داره z بچا. پس صورت مشتق صورت میشه 2 تا z x.
در مخرج، پس شد مشتق صورت در مخرج. منفی هم که کلا گذاشتن بیرون بچا، مشتق صورت یعنی 2 ضد x در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت، این در صورتش اما مشتق مخرج. خب دوباره با خودت میگی این که x نداره، اما گول نخورید z تابع از x درسته، y مستقله، y صفر قبوله، اما مشتق z ضد x پس میشه 2 ضد x در حال صورت تقسیم بر مخرج به توان 2. خب اینو مرتبش کنید بچا، این عبارت منفیه، اینم منفی در منفی مثبته. مثلا اینجا یه مثبت 2 ضد x در کل این 2y به علاوه z دارم، اینجا منفی 2 ضد x در 2y به علاوه z. خب اینا با هم دیگه بای بای میکنن، یعنی کل صورت یه منفی 2 ضد x فقط میمونه بر روی مخرج به توان 2. تا اینجا که از 10 نمره 7 نمره رو حداقل به شما میدن، اما نکته آخر وجود خود ضد x. حالا این ضد x رو بعد چجوری حسابش کنم؟ کاری نداره که تو روند زد به روند وای همون زد وای بود دیگه. بچا زد x یعنی روند زد به روند x. تو مگه یه بار زد وای یا روند زد به روند وای رو حساب نکردی؟ گفتی مشتق ضمنیه. برای زد x یا روند زد به روند x هم همینطور. پس میگم زد x یعنی روند زد به روند x، یعنی منفی خط کسری. فیلم ترکیه‌ای مشتق f نسبت به x میاد صورت، مشتق f نسبت به z میره مخرج. خب f(x) چیه؟ f(x) یعنی از این بابا نسبت به x مشتق بگیر، فقط یه دونه یک داره. خب صورت که منفیش هم یادتون نره، صورت که یکه، مخرج هم که f(z) رو قبلا حساب کرده بودیم بی عیناً تکراریه. پس دوباره میریم سراغ جاگذاری، میگیم آقا به جای زد x بذارید منفی 1 بر روی این بابا. خب منفی با منفیش خدافظی میکنه، کلا میشه 2 بر روی این بابا. این بابا هم که دقیقاً تو مخرج هم عین همونه، پس میشه توان 3 مخرج 2 بر روی این بابا به توان 3. جواب شما 30 سال بسیار خوشگل از یزد 403.